خب امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون موضوعایی که میدونم سردرد خیلی از معامله‌گراست. دنیای الگوهای شمعی. ولی قول میدم تا آخر این تحلیل نگاهتون بهش کاملا عوض بشه. آماده اید؟ اگه فقط یه بارم که شده رفته باشید سراغ یادگیری کندل استیک، حتما با این عدد عجیب و غریب برخورد کردید. بیشتر از 140 الگوی مختلف. آره، 140 تا. آدم اصلا نمیدونه از کجا باید شروع کنه. خب سوال اصلی همینه دیگه. واقعا لازم همه این 140 تا رو مثل کتاب درسی حفظ کنیم تا بتونیم تو بازار موفق باشیم؟ جواب سریعش اینه که نه. ولی جواب دقیق ترش اینه که اصلاً سوالو باید عوض کرد. باید کل دیدگاهمون رو تغییر بدیم. حالا اگه بهتون بگم که تقریباً تمام این الگوها با اون همه اسمای عجیب و غریب دارن یه داستان کاملاً یکسان رو تعریف میکنن، چی؟ این دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره با هم کشفش کنیم، اون داستان پنهان پشت کندل ها. پس بیاید یه چارچوب فکری جدید برای خودمون بسازیم. بیخیال حفظ کردن بشیم و بریم سراغ درک رفتار بازار. ببینید این یه تغییر دیدگاه خیلی اساسیه. یعنی به جایی که توتیوار 140 تا الگو رو حفظ کنیم، تمرکزمون رو میذاریم روی تحلیل رفتار، روی خوندن داستانی که قیمت داره برای ما تعریف میکنه و بهتون قول میدم این کل بازی رو عوض میکنه. خب برای اینکه این رفتار رو درک کنیم فقط به یه ابزار خیلی ساده احتیاج داریم. ایندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی. کارش چیه؟ خیلی ساده است. به ما میگه که توی هر تایم فریمی یک کندل به طور میانگین چقدر پتانسیل حرکت داره. همین، یه خطکش برای اندازه‌گیری کندل ها. با همین خطکش ساده یعنی ATR ما میتونیم هر کندلی رو بر اساس اندازش دسته‌بندی کنیم. حالا برای اینکه بحثمون پیچیده نشه، امروز فقط روی یک نوع خاص از این کندل ها تمرکز میکنیم. کندل های بازگشتی که اندازشون استاندارد هست. خب بیایید از ساده ترین حالت شروع کنیم. بازگشتایی که فقط توی یک کندل اتفاق میافتن. یعنی بریم سراغ آناتومی معروف ترینشون، پینبار. یه پینبار استاندارد و خوب یه داستان خیلی واضح رو برامون تعریف میکنه. داستانش چیه؟ اینه که قیمت با قدرت رفته بالا یا پایین، اما زور خریدارا یا فروشنده ها نرسیده و قیمت با قدرت حتی بیشتری پس زده شده و به نقطه شروعش برگشته. اون سایه بلند دقیقاً داستان همین جنگه. یه بازگشت قدرتمند توی دل یک کندل. و اینجا یه نکته فوق‌العاده ظریف و مهمه. می‌بینید اون سایه کوچولوی مخالف رو بهش میگن نویز. وجود همین نویز کوچیک حیاتیه. کندلی که این نویز رو نداره یه کندل فوق‌العاده خطرناکه و میتونه یه تله باشه که ضررهای خیلی سنگینی رو به همراه داشته باشه. خیلی خوب، این از داستان تک کندلی ها. حالا بریم یه پله جلوتر. بریم سراغ الگوهای چند کندلی و ببینیم اون داستان پنهان اینجا چطوری خودشونشون میده. خب، میرسیم به یکی از معروفترین الگوهای دو کندلی، الگوی پوشا یا انگالفینگ. اینجا داستان توی 2 تا کندل روایت میشه. کندل اول یه حرکتی میکنه، اما کندل دوم با چنان قدرتی میاد که کل حرکت کندل قبلی رو نه تنها خنثی میکنه، بلکه کاملا میپوشونه. یعنی یه نمایش قدرت تمام عیار و یه بازگشت کامل. خب، شاید بگید اینم شد یه الگوی جدید که باید حفظ کنیم، درسته؟ نه، اصلاً اینجا همون جاییه که باید دیدمون رو عوض کنیم. بیایید از خودمون بپرسیم، اگه همین 2 تا کندل رو توی یه تایم فریم بالاتر نگاه کنیم، چی می‌بینیم؟ و جادوی ماجرا دقیقاً همینجاست. اگه شما این 2 تا کندل رو با هم ترکیب کنید، یعنی نقطه باز شدن اولی و بسته شدن دومی رو در نظر بگیرید، حدس بزنید چی به دست میاد؟ در بیشتر موارد یه پینبار کاملاً استاندارد. این یعنی چی؟ یعنی الگوی پوشا و پینبار در واقع دارن یک اتفاق رو نشون میدن، فقط زاویه دید ما متفاوته. و این فقط مربوط به الگوی پوشا هم نیستا. الگوی سکندلی مثل ستاره صبحگاهی، الگوی ابر سیاه فرقی نمیکنه. همه این الگوهای بازگشتی، چه تکندلی، چه دوکندلی و چه سکندلی، در نهایت دارن یک داستان واحد رو برای ما تعریف میکنن. داستان بازگشت قیمت. پس میبینید این ایده بازگشت مثل یه نخ تسبیح همه این الگوها رو به هم وصل میکنه.
و همین ما رو میرسونه به اون مفهوم اصلی و یک پارچه کننده، پیوت. ما به این رویداد بازگشت قدرتمند یه اسم واحد میدیم، پیوت، یا به فارسی مکان چرخش احتمالی. پس از این به بعد پینبار، الگوی پوشا، ستاره صبحگاهی، اینا دیگه اسمهای جداگانه نیستن. همشون فقط نمایش‌های بصری مختلفی از یک پدیده هستن، تشکیل یک پیوت. و این درک به ظاهر ساده شما رو به عنوان یه معامله‌گر کاملاً متحول میکنه. شما دیگه یه شکارچی الگو نیستید که دنبال 140 تا نشونه بگرده. شما تبدیل میشید به یک آشکارساز پیوات. شما دیگه دنبال سیگنال نمیگردید، بلکه یه رویداد بنیادی و مهم در بازار رو تشخیص میدید. حالا این چرا اینقدر مهمه؟ چون تشخیص دادن یه پیوت یه کار تئوری و آکادمیک نیست، یه مهارت فوق‌العاده کاربردیه. این پیوت‌ها به ما سطوح کلیدی حمایت و مقاومت رو میدن و بهترین تکنیک‌ها برای ورود به معامله دقیقاً بر اساس همین پیوت‌ها شکل می‌گیرن. این دیدگاه عملاً کل تحلیل تکنیکال رو برای شما از نو تعریف میکنه. پس سوال مهم در پایان این تحلیل این نیست که چند تا الگو بلدی. سوال واقعی اینه: حالا که میتونی این رویداد اصلی بازار یعنی پیوت رو تشخیص بدی، قراره چطور ازش برای خوندن داستان واقعی قیمت و معامله کردن استفاده کنی؟